سلام عرض میکنم خدمت همه دوستانی که در این جمع هستن. سمینار این هفته ما توسط آقای دکتر مددی، آقای دکتر مجتبی مددی اصل ارائه میشه. ایشون از دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان در واقع مهمان ما هستن. تا جایی که من اطلاع دارم پیش‌زمینه آموزشی ایشون تماما فیزیک بوده و خب در حال حاضر هم در زمینه علوم اعصاب کار میکنن، علوم شناختی در واقع. خیلی خوشحالیم که در خدمتشون هستیم و ازشون میخوام که سخنرانی خودشون رو شروع کنن. مرسی. خیلی متشکرم خانم دکتر ایدی عزیز. امیدوارم که همگی حالشون خوب باشه و در سلامت کامل به سر ببرن. امروز من میخوام راجع به مغز یک مقدار صحبت بکنم. مغز ما یک سیستم جالب و البته پیچیده برای مطالعه هست. ویژگی‌های منحصر به فردی هم داره. یکی از اون ویژگی‌ها ادپتیو بودن مغز هست. به این معنا که مغز میتونه در واقع ساختار، دینامیک یا عملکرد خودش رو نسبت به تجربیاتی که از محیط بیرون میگیره یا ورودی که از محیط بیرون میگیره تغییر بده یا تنظیم کنه. در اصطلاح به این کار در اصطلاح میگن شکل پذیر بودن یا تغییر پذیر بودن. شکل پذیری توی مغز تو سطوح مختلفی میتونه اتفاق بیفته. من امروز راجع به شکل پذیری سیناپسی میخوام صحبت بکنم. راجع به این میخوام صحبت کنم از دیدگاه مدل سازی که شکل پذیری سیناپسی اگر تو یک شبکه عصبی وجود داشته باشه چه پیامدهایی داره، چطور از این پیامدها تو مسائل کاربردی تر مثلا پاتولوژی بیماری پارکینسون میشه بهره گرفت و احیانا از این پیامدها چطور میشه استفاده کرد برای بهینه‌سازی روش‌های تحریک مغزی که برای درمان بیماری پارکینسون وجود داره. برای شروع من به چند تا تعریف میخوام بپردازم و چند تا مقدمه که جسور گریخته بهشون نیاز پیدا میکنه. اول اینکه مغز ما از تعداد بسیار زیادی سلول عصبی تشکیل شده که به این سلول‌های عصبی در اصطلاح میگیم نورون. این نورون‌ها فارغ از اینکه کجای مغز قرار گرفتن و چه کاری انجام میدن، اگه به صورت نوعی شما بخواید بهشون نگاه بکنید یک همچین ساختاری رو میتونید ببینید. یک سری شاخه‌های ورودی وجود داره که اطلاعات رو دریافت میکنن، به هسته سلول میرسونن مثل بقیه سلول‌ها و اگر قرار باشه سلول فعالیتی انجام بده، این فعالیت به صورت یک پالس الکتریکی هست که از یک شاخه خروجی خارج میشه و میرسه به نورون‌های بعدی که قراره در واقع سیگنال رو دریافت بکنن. این پالس در واقع به صورت افت و خیز ولتاژ غشای سلول هست. به این نقطه اتصال، جایی که در واقع پیام ها منتقل میشه، در اصطلاح میگیم سیناپس که من در واقع کارم با اینه. اگه به این سیناپس نگاه بکنید، اون موقع اون نورونی که داره پالس میفرسته به نورون سمت چپ که داره پالس میفرسته در اصطلاح میگن نورون پیش سیناپسی یا پری سیناپتیک نورون و به اون نورونایی که دارن سیگنال دریافت میکنن در اصطلاح میگن پست سیناپتیک نورون یا نورون‌های پس سیناپسی. من علل اصول به دسته‌ای از سیناپس‌ها علاقه‌مند هستم که بهشون میگن سیناپس‌های شیمیایی، به خاطر سازوکاری که حالا برای انتقال اطلاعات دارن و من با اون سازوکار فعلا کاری ندارم. چرا به این سیناپس‌ها علاقه دارم؟ به خاطر اینکه این سیناپس‌ها اون خاصیت شکل پذیری که من اول صحبتام عرض کردم رو میتونن از خودشون بروز بدن که من حالا به موقعش دوباره به این برمیگردم. اما وقتی راجع به مدل سازی صحبت می‌کنیم منظورمون چیه؟ من رفتار نورون ها رو، همون پالس هایی که به وجود میان رو میتونم با استفاده از مدل های ریاضی که وجود داره مدل بکنم. این مدل های ریاضی متنوع هستن، بعضیاشون با جزئیات خیلی زیادی این کار رو برای شما انجام میدن، یعنی توصیف میکنن رفتار نورون رو، بعضیاشون اون جزئیات رو دور میریزن. چیزی که مهمه اینه که اگر یک ورودی خاصی به نورون شما داده بشه، این نورون از جنسی باشه که بتونه رگولار اسپایکینگ انجام بده، یعنی به طور با یک دوره تناوب مشخصی میتونه حرکت نوسانی ریتمیک انجام بده برای شما.
و خروجی یکی از این مدل ها رو مثلا اینجا می‌بینید، مدل هاشکین-آکسلی که مدل بسیار معروفی هست، با جزئیات نسبتا خوبی میتونه این حرکت نوسانی رو برای شما تعریف بکنه. اما ظاهرا متوجه شدن آدما که شکل این پالس ها نیست که اطلاعات خاصی رو منتقل میکنه، بلکه زمان وقوع این هاست. بنابراین زمانی که آدمای دیگه از رشته‌های دیگه وارد علوم اعصاب شدن، سعی کردن این مدل‌ها رو ساده‌تر بکنن. فقط چی رو نگه دارن؟ اون خاصیت نوسانی بودن و اون دوره تناوب رو نگه دارن و سعی کنن سایر جزئیات رو مرحله به مرحله بریزن دور. یکی از این ساده سازی‌ها مثلا مدل افراز آتش یا LIF بهش میگن. می‌بینید که در واقع خروجی ولتاژ قشر نورون چقدر ساده‌تر شده نسبت به حالت قبل و یه سری جزئیات دور ریخته شده. زمانی که فیزیکدانا ورود کردن به این عرصه، سعی کردن که باز همین مدل رو ساده تر بکنن. یعنی شما از نظر فیزیکی صرفا با در نظر گرفتن یک نوسانگر ساده با یک جمله خیلی ساده تتا دات مساوی اومگا هم میتونید این رفتار نوسانی رو مدل بکنید و بهش میگن مدل نوسانگر فاز، که این پایین خروجیش اومده. یعنی تمام اون جزئیات نمودار بالا رو من ریختم دور و فقط اون حرکت نوسانی با دوره تناوب تی رو نگه داشتم. حالا هر کدوم از این مدل ها معایب و مزایایی دارن که مسئله شما تعیین میکنه که به کدوم یک از اینا نیاز دارید. اما نورون ها توی مغز تنها نیستن، توی شبکه‌های عصبی قرار گرفتن و میتونن با ده‌ها، صدها و هزاران نورون در ارتباط تنگاتنگ باشن. اگر شما به تایم کورس فعالیت یه شبکه بیاید نگاه کنید تحت حالا شرایط خاص پارامتری و ورودی و حالا بقیه مسائل، شاید بتونید به صورت نوعی یه همچین رفتاری رو ببینید. تو یک بازه زمانی خاص من دارم به این نورون ها نگاه میکنم، این نورون ها میتونن فعال باشن یا فعال نباشن. اگه فعال باشن، من اینجا یه نقطه آبی میذارم به ازای اون شماره اون نورونی که توی شبکه من هست و تو طول یک زمان به این رفتار نگاه میکنم و ممکنه یه همچین اتفاقی رخ بده. یعنی اینکه ممکنه نورون های شما تو بازه های زمانی خاصی نسبتا همزمان با هم فعالیت بکنن. اون موقع این ستون های آبی اگر دقت بکنید به وجود میاد. یعنی توی سری بازه های زمانی این نورون ها فعال هستن، توی یه سری بازهای زمانی فعال نیستن. این رفتار یک رفتار جمعیه. یعنی اون نورونی که مثلا توی این ستون فعاله دقیقاً همون نورونی نیست که توی این ستون فعاله. به این پلات میگیم رستر پلات در اصطلاح. حالا اگه شما تو همین بازه زمانی به ولتاژ غشای این سلولای عصبی نگاه بکنید و اون رو رسم کنید بر حسب زمان، نمودار پایین رو میتونید به دست بیارید که بهش میگن لوکال فیلد پتانسیل یا LFP. این در واقع اون نوسانات نورونی که داره بالا اتفاق میفته رو به شکل خیلی ملموس‌تری به شما میده. دقت بکنید که الان هر چی نورون‌های شما تو پلات بالا همزمانیشون بیشتر بشه، این ستون‌ها هی به هم فشرده تر میشن، در واقع پهناشون کمتر میشه، روی هم میافتن و در این صورت ارتفاع دامنه این آسیلیشن هایی که پایین میبینید بیشتر و بیشتر میشه. به این پدیده در اصطلاح میگن سینکرونیزیشن یا همزمانی یا همنوازی یا همگامی. از همین اصطلاحات استفاده میکنه. سینکرونیزیشن به صورت بالقوه برای مغز خیلی هم خوبه، به خاطر اینکه از این سازوکار میتونه استفاده کنه برای انتقال پیام، برای یادگیری، برای حافظه و حالا هر عملکردی که به دردش میخوره. اما طبق معمول هر چیزی بیش از اندازش مضره و سینکرونیزیشن هم از این قاعده مستثنا نیست. سینکرونیزیشن بیش از اندازه معمولا نسبت داده میشه به یه سری از بیماری‌های مغز و اعصاب، مثلا سر. نکته دیگه که اینجا باید بگم اینه که این نوسانات نورونی که پایین میبینید از نظر بازه فرکانسی هم حائز اهمیت هستند و معمولا بازه‌های مختلف فرکانسی این نوسانات نسبت داده میشه به عملکردهای مختلف مغز. مثلا شما توی خواب اگر از مغز یه نفر رکورد بگیرین، اون موقع میبینید که توی یک بازه فرکانسی خاص هست این نوسانات. اگر فرد داره مثلا یک تسکی مثل یادگیری انجام میده، اون موقع تو اون فاصله زمانی ممکنه این نوسانات توی یک بازه خاص دیگری قرار بگیرن. بنابراین فرکانس این نوسانات معمولاً بایومارکر یک عملکرد خاص توی مغز است که حالا من بعداً هم دوباره به این مبحث سینکرونیزیشن برخواهم گشت.
اما من برگردم به اون مبحث شکل‌پذیری سیناپسی و اون سیناپس شیمیایی که اونجا اشاره کردم. شما فرض کنید که 2 تا نورون دارم، من این نورون رو با یک سیناپس به هم وصل کردم. منظورم از شکل‌پذیری اینه که اگر من به این سیناپس یک وزن یا قدرتی نسبت بدم، این وزن یا قدرت ثابت نیست و با زمان میتونه بر حسب پارامترهای مختلف مثل ورودی یا فعالیت این نورون‌ها تغییر بکنه. پس منظورم از شکل‌پذیری تغییر وزن این سیناپس است اگر یک وزنی من به این نسبت بدم یا قدرتی نسبت بدم. حالا قاعده‌های مختلفی وجود دارن که این تغییرات رو کنترل میکنن که من الان بهش میپردازم. اما از نظر بازه زمانی تغییرات ما اینا رو میتونیم به 2 دسته تقسیم بکنیم: بازه زمانی کوتاه مدت و بلند مدت، که من اینجا علاقه‌مند به شکل‌پذیری سیناپسی بلند مدت هستم که میتونه از چند دقیقه تا چند سال هم حتی طول بکشه. همینجا میتونید حدس بزنید که این سازوکار در واقع یک ارتباطی به فرآیندهای مربوط به یادگیری و حافظه و این مسائل میتونه داشته باشه. قاعده‌های مختلفی وجود دارن که این تغییر وزن سیناپسی رو میتونن کنترل بکنن. یکی از اون قاعده‌ها و البته احتمالاً مشهورترینش اسمش هست Spike Timing Dependent Plasticity یا به طور مخفف STDP، شکل‌پذیری سیناپسی وابسته به اختلاف زمانی اسپایک ها. این یعنی چی؟ قاعده STDP میاد بیان میکنه که تغییر وزن سیناپسی تابعی نمایی هست از اختلاف زمانی بین فعالیت نورون ها. یعنی اگر شما مثلا یه همچین سیستمی داشته باشید که به 2 تا نورون فقط دارید نگاه میکنید که یک سیناپس از نورون 1 رفته به نورون 2، اون موقع تغییر وزن به چه صورت اتفاق میفته؟ نورون 1 تون یه اسپایک یه پالسی میفرسته، زمان اون رو نگاه میکنید. نورون 2 تون هم یه پالس دیگه میفرسته، زمان اون هم نگاه میکنید تا زمان رو اصلا کم میکنید. این در واقع تغییرات وزن سیناپسی رو بر اساس این زمان انجام میده. هر چقدر نورون های شما فعالیتشون به هم نزدیکتر باشه از نظر زمانی، یعنی همزمانتر فعالیت بکنن، اون موقع تغییرات توی وزن شما بیشتره. هر چقدر از نظر زمانی از هم دور بشن، دامنه شما، دامنه تغییرات وزن سیناپسی هم در واقع به صورت نمایی کم میشه. یه نکته دیگه هم تو قاعده STDP وجود داره و اون علیتی بودن در واقع تغییرات وزن سیناپسی است، به این مضمون که اگر این رفتار علیتی باشه، یعنی اگر الان سیناپس من از نورون 1 داره میره به نورون 2، پس اگر 1 توی فعالیت نورون 2 تاثیر بذاره، این سیناپس باید تقویت بشه. اگر برعکس باشه، یعنی علیتی وجود نداشته باشه، این وسط اول 2 اسپایک بذاره بعد 1، اون موقع این سیناپس من باید تضعیف بشه. تقویت توی این نیمه سمت راست نمودار اتفاق میفته و تضعیف توی این نیمه سمت چپ. پس من اینجا 2 تا چیز دارم: یکی این که همزمانی بیشتر باعث تغییرات بزرگتری میشه، 2 این که علیت اگر وجود داشته باشه تو فعالیت این 2 تا نورون، سیناپسشون تقویت میشه، اگر نداشته باشه سیناپسشون تضعیف میشه. این مبحث STDP تو اواخر قرن 20 و اوایل قرن 21 سر صدای زیادی به پا کرد. مبحث داغی بود، هم از نظر تجربی و هم از نظر تئوری. اما من راجع به 2 نکته از این قاعده STDP میخوام صحبت کنم. نکته اولش اینه که قاعده STDP یه مشکلی داره به فرم کلاسیکش و اون اینه که ساختارهای متنوعی که توی نواحی مختلف مغز هست رو نمیتونه توجیه بکنه. یعنی شما ممکنه بین 2 تا نورون سیناپسای 2 طرفه خیلی قوی داشته باشید، ممکنه سیناپسای یه طرفه داشته باشید، ممکنه سیناپسای ضعیفی داشته باشید. اینا ساختارهایی هستن که ممکنه شکل بگیرن. نکته دوم اینه که همونطور که میتونید حدس بزنید، STDP میاد یک ارتباطی بین دینامیک یه شبکه عصبی و ساختارش برای ما فراهم میکنه. یعنی تغییرات وزن سیناپسی بر اساس فعالیت نورون ها انجام میشه و خود این تغییرات ساختاری میتونه فعالیت رو تو یک چرخه بازخوردی دوباره تغییر بده. این یعنی چی؟ یعنی که شما فرض کنید که من 2 تا نورون دارم، اگر نورون هام همزمانتر فعالیت بکنن، ارتباط بینشون تقویت میشه.
زمانی که ارتباط بینشون تقویت بشه، خود این باعث همزمانی بیشتر نورون ها، مجدد همزمانی بیشتر، تقویت بیشتر. برعکس این سناریو هم اتفاق میفته، یعنی که وقتی نورون هاتون از نظر زمانی خیلی با هم کورلیتد نیستن، وزن سیناپسی بینشون باید تضعیف بشه. تضعیف بیشتر باعث میشه که اینا هی از هم دیکاپل بشن، دوباره فعالیت دورتر، تضعیف بیشتر و به همین صورت. نکته‌ای که در مورد SDP وجود داره، شما میتونید حدس بزنید الان که چه پیامدی میتونه داشته باشه. این چیزی که من اینجا گفتم یک قاعده لوکال هست، به این معنی که من فقط به 2 تا نورون اینجا نگاه کردم و دارم سیناپس بین همین 2 نورون رو تغییر میدم. اما زمانی که نورون ها توی شبکه قرار بگیرن، شبکه من پر است از این موتیف های 2 نورونی و قاعده SDP وقتی اعمال میشه روی این شبکه، تمام این سیناپس ها رو تحت تاثیر قرار میده و به این ترتیب میتونه ساختار و دینامیک کل شبکه رو دستخوش تغییر بکنه. این در واقع موضوع تز دکترای من بود تو در واقع از 2013 تا 2017 و خروجی شد 4 مقاله که 2017 2018 چاپ شدن. من تمام اون رو فقط تو همین یه اسلاید میخوام توضیح بدم و این مربوط میشه به اون نکته اولی که من راجع به SDP گفتم که SDP چطور میتونه ساختارهای متنوع توی مغز رو توجیه بکنه. خب ایده ما این بود که مدل کلاسیک SDP یه مشکلی داره و اون این هست که تأخیرهای زمانی رو تو اون مدلی که داره استفاده میکنه لحاظ نمیکنه. خب من میدونم توی واقعیت به خاطر فاصله فیزیکی اجزای عصبی از هم یک تأخیر زمانی کوچکی توی رسیدن پیام ها از یک نورون به نورون دیگه میتونه اتفاق بیفته. ایده ما این بود که این تأخیر زمانی رو بیایم به مدل اضافه بکنیم و دیدیم که ظاهرا همین تغییر ساده میتونه دینامیک و ساختار شما رو اونقدر تغییر بده که شما ساختارهای متنوعی رو بتونید ببینید. برای مثال الان دوباره همون سیستم 2 نورونی رو در نظر بگیرید که این بار 2 تا سیناپس داریم، یعنی یک سیناپس رفت داریم و یک سیناپس برگشت. اون موقع اگر به وزنای سیناپسی نگاه کنید، فرض کنید که من وزنای سیناپسی رو محورهای عمودی و افقی بین 0 و 1 محدود کردم. رنگا داره چی رو نشون میده؟ رنگا به صورت تحلیلی داره اون اختلاف زمانی پایدار سیستم رو نشون میده. یعنی شما تو مدل سازی سیستم رو درست میکنید، سیستم ایوالو میکنه و به یه حالت استیبلی میرسه که یک اختلاف زمانی بین فعالیت نورون ها وجود داره بر اساس اون پارامترهایی که اولیه که شما ست کردید. فلش ها داره سوی تغییرات وزنای سیناپسی نشون میده. نکته که برای من اینجا حائز اهمیت اینه که انتخاب اولیه وزنا ظاهرا ساختار نهایی شما رو تعیین میکنه. منحنیای زد داره نتایج شبیه سازی نشون میده. با این تفاصیلی که من گفتم، هر گوشه این مربع میتونه یه ساختار منحصر به فرد باشه. اگه به گوشه پایین سمت چپ نگاه کنید 0 و 0 جایی که هر دو سیناپس تضعیف شدن. اگه به گوشه بالا سمت راست نگاه کنید 1 و 1 جایی که هر دو سیناپس به حد ماکسیمم خودشون تقویت شدن. اینجا سیناپس دو طرفه قوی شما دارید و این دو تا گوشه سمت چپ بالا و سمت راست پایین هم جایی هست که یکی از سیناپس ها از بین رفته، قوی شد، ضعیف شده و دیگری تقویت شده و مونده. حالا مثلا تو این رنج از تأخیر زمانی اگر وزنای سیناپسیتون نزدیک به هم انتخاب بشن تقریبا، شما میتونید برید به این رژیم تقویت. اگر نه یکیشون ضعیف یکیشون قوی باشه اتفاق دیگه میفته. اگر دیلی نداشته باشین فقط یه ساختار یه طرفه میتونید ببینید در حسب اینکه وزن سیناپسی اولیتون چنده. اگر تأخیر رو زیادتر بکنید اتفاقات پنل سمت چپ اولی دقیقاً برعکس میشه. یعنی این بار شما زمانی که وزنتون به هم نزدیک باشه تضعیف خواهد شد سیستمتون یا ساختارتون و اگر یکی بزرگ یکی کوچک باشه اتفاق دیگری خواهد افتاد. و به طور خلاصه نتیجه تمام این کارایی شد که تأخیر زمانی وجودش توی مدل SDP میتونه ساختارهای متنوعی که توی شبکه‌های عصبی به وجود میان رو توجیه بکنه و من در همین حد از این رد میشم. اما این پیامدهای SDP که تغییرات دینامیک یک شبکه و تغییرات ساختارش همزمان با هم بود، توی چه مسائل کاربردی تری میتونه نقش ایفا کنه؟ ما به طور خاص تو این 1-2 سال اخیر علاقه‌مند شدیم به بیماری پارکینسون. بیماری پارکینسون نسبت به سایر بیماری‌های مغز و اعصاب پاتولوژی
به نسبت ساده تر و شناخته شده ای داره. قضیه از این قراره که از بین رفتن نورون هایی که یک ناقل عصبی به اسم دوپامین تولید میکنن تو نواحی زیر قشر مغز باعث شروع بیماری پارکینسون میشه و نتیجهش این میشه که یک سری تغییرات غیر طبیعی تو نواحی زیر قشر مغز اتفاق میفته و در نهایت منجر میشه به علائمی که تو بیماری پارکینسون بروز میکنه که این علائم، حالا علائم بارزش این هست که بیمار دچار اختلالات حرکتی میشه. دقیقاً چه اتفاقی میفته؟ ما اینجا یه حلقه‌ای داریم که از قشر مغز یا کورتکس شروع میشه، میرسه به مدارای زیر قشر مغز که بهشون میگیم بیزال گانگلیا یا عقده‌های قاعده‌ای. تو این مدارات زیر قشر مغز سری هسته‌هایی وجود دارن. خروجی این هسته‌ها میرسه به تالاموس و از اونجا دوباره برمیگرده به کورتکس. این حلقه نه تنها توی موتور کنترل یا عملکردهای حرکتی نقش داره، بلکه تو فرآیندهای مختلف دیگری مثل دیسیژن میکینگ، مثل reinforcement learning و عملکردهای مهم دیگه نقش ایفا میکنه و بنابراین یه سری علائم هم اونجوری میتونه برای ما به وجود بیاره. حالا تغییرات مهمی که بعد از این اتفاقات میفته توی این مدارها چیه؟ دو تا اتفاق میفته، یعنی مشاهدات تجربی روی حیوانات مدل پارکینسونی اطلاعات رو به ما داده و ما اینا رو میدونیم. یک این که فعالیت نورونی توی این هسته‌های زیر قشر مغز تغییر میکنن. دو این که ساختارهای بین اینا قوی و ضعیف میشن، حالا بسته به این که چه اتفاقی داره اونجا میفته. به طور خاص من به دو تا هسته تو مدار زیر قشر مغز علاقه‌مندم که اسم یکیشون از GPE و اسم دیگری هست STN. اینا مخففه، گلوبوس پالیدوس اکسترنا، اینم سابتالامیک نوکلیوس. اینا به صورت رفت و برگشتی به هم وصلن و خیلی از مطالعات تجربی و تئوری این دوتا هسته رو به عنوان پیس میکر یا گامساز این مدار میدونن، یعنی اینکه نوسانات نورونی خروجی این مدار توسط این دو هسته به احتمال فراوان کنترل میشه. حالا چه اتفاقی میفته تو حالت پارکینسونی؟ تو حالت پارکینسونی نورون‌های این دوتا هسته به طور غیر طبیعی با هم سینکرونایز میشن، یعنی همزمانی فعالیت نورونی این دوتا هسته تو حالت پارکینسونی به حالت غیر طبیعی زیاد میشه. از طرفی ارتباطات بین این دو هسته هم به طور غیر طبیعی قوی میشه، در صورتی که تو حالت نرمال اینجوری نمونده. تو حالت نرمال GP و STM فعالیت نورونی نسبتاً غیر هم نوازی داشتن و اتصالاتشون خیلی قوی نبوده. این ما رو به این فکر فرو برد که آیا وجود شکل پذیری سیناپسی بین این دو هسته میتونه این ساختارهای حالت پارکینسونی رو توجیه بکنه یا نه، و ظاهرا ایدمون درست کار میکنه. من اومدم چیکار کردم؟ یه مدل ساده در نظر گرفتم از این GP و یه مدل ساده از این STN، دو تا جمعیت نورونی، و این دو تا رو به هم وصل کردم. یه پروفایل شکل پذیری سیناپسی در نظر گرفتم، مثل چیزی که اینجا شکل سمت چپشون دادم، اون شکل بک‌گراند قرمز و آبی کم رنگ. این پروفایل چه خاصیتی داره؟ نسبت به علیت بی تفاوته، یعنی فرق نمیکنه که اول کدوم رو فایر بکنه، فقط به همزمانی رویدادها اهمیت میده. اون ناحیه قرمز باعث تقویت وزنا میشه، ناحیه آبی کمرنگ باعث تضعیف وزنا میشه. محور افقی هم اختلاف زمانی هست، بحث میلی ثانیه. تو حالت سالم چه اتفاقی میافته؟ تو حالت سالم GP و STN یا اون دو تا جمعیت نورونی که من دارم بهشون نگاه میکنم خیلی همزمان فعالیت نمی‌کنن. بنابراین این باعث میشه که اختلاف زمانی فعالیت نورون‌های این دو تا هسته از هم زیاد باشه. اختلاف زمانی زیاد باشه مثلا از اردر 50 میلی ثانیه، 60 میلی ثانیه. این اختلاف زمانی‌ها، این بارهای آبی پررنگ میفته توی ناحیه‌ای از SDP که قراره تضعیف اونجا انجام بشه. بنابراین سیناپس‌های بین این دو تا جمعیت تضعیف میشه یا حداقل اجازه قوی‌تر شدن بهشون داده نمیشه. توی شبیه سازی شما حالت پارکینسونی و سالم رو چطوری میتونید درست بکنید؟ با تغییر دادن جریاناتی که به این هسته‌ها داره وارد میشه. من اینو اینجا کشیدم، جریانات رو تغییر دادم
بر حسب وزنهای سیناپسی یه حالت سالم و یه حالت پارکینسونی تعریف کردم. اون نقاط، اون در واقع ناحیه آبی حالت سالم هست به نوعی، یعنی وزن سیناپسیتون کمه. حالت قرمز حالت پارکینسونی است که وزن سیناپسیتون قوی تر شدن. اینجا نشون میده که در واقع STDP میتونه حالت سالم رو برای شما حفظ کنه با این سازوکار. اما تو حالت پارکینسونی چه اتفاقی میفته؟ تو حالت پارکینسونی تغییراتی اتفاق افتاده، جریان ها طوری دستکاری شدن که باعث میشه نورون های GP و SCN فعالیتشون همزمان تر بشه. این همزمانی باعث میشه که سیناپس های بین اینها هم تقویت بشن و این تقویت همزمانی بیشتری در پی خواهد داشت که در واقع شما قرار میگیرید تو این رژیم قرمز رنگی که من اینجا در واقع نشون دادم. پلات‌های پایینم داریم به سینگل نورون نگاه میکنیم که حالا برای فرکانسشون یا برای پترن فعالیتشون چه اتفاقی افتاده که من حالا خیلی نمیخوام وارد اونها بشم. اینجا با جزئیات بیشتری دارم نشون میدم که توی هر هسته چه اتفاقی داره میفته که من حالا نمیخوام وارد این جزئیات تکنیکال بشم، ولی فقط به این پنل علاقه‌مندم. این پنل داره متوسط وزن سیناپسی یا متوسط قدرت اتصال بین این دو هسته رو به من نشون میده، بین این دو جمعیت نورونی. یعنی این دو جمعیت نورونی چقدر به هم با چه شدتی با چه قدرتی به هم متصل هستن. من میبینم که زمانی که STDP رو استفاده کردم این نمودار بنفشنگ در واقع اومده از یه حالت اولی و رسیده یه جای نزدیک صفر دیگه استیبل شده. یعنی اینکه به هیچ وجه این حالت اجازه افزایش وزنهای سیناپسی رو به شما نمیده. همین اتفاق برای حالت پارکینسونی برعکسش میفته. یعنی اینکه اگر شما سیستمتون رو تو حالت پارکینسونی نگه دارید، اون موقع STDP باعث میشه که وزنهای سیناپسی به شدت افزایش پیدا کنن و اون حالت پاتولوژیک رو برای شما فراهم میکنه. دقت کنید که این نتیجه گیری که ما داریم اینجا انجام میدیم خیلی ساده و در حد یک ایده و فرضیه اولیه است. یعنی سازوکارهایی که وجود دارن و منجر به وجود اومدن این رفتارهای دینامیکی و ساختاری توی بیماری پارکینسون میشن تو مدارات قشر مغز، ساختارهای بسیار پیچیده، سازوکارهای بسیار پیچیده‌ای هستن، عوامل مختلفی دخیله. اینجا ما اصلا ادعا نداریم که در واقع STDP میتونه این کار رو برای شما انجام بده، ولی STDP به عنوان یکی از سازوکارهایی که تو این بین فراموش شده، حداقل تو بیماری پارکینسون، میتونه احتمالا نقش مهمی ایفا کنه. چراش رو حالا آخر صحبت اگه کسی براش سوال پیش اومد من میتونم استدلال کنم که چرا این اتفاق میتونه بیفته. این صحبت راجع به بیماری پارکینسون هم اینجا تموم میشه، ولی راجع به کار آخر میخوام یک مقدار صحبت کنم. این که خب الان فرض کنید که دینامیک و ساختار مدار زیر قشر مغز شما رفته به سمتی که به بیماری پارکینسون نزدیک است. در اصطلاح توی یه حالت پاتولوژیکال قرار گرفته. ما یه حالت فیزیولوژیکال داریم، یه حالت سالم، و یک حالت پاتولوژیکال داریم یا حالت بیمار. حالا سیستم شما رفته تو حالت پاتولوژیک، شما چجوری میتونید این رو برگردونید به حالت سالم؟ خب طبق معمول اگر خدای نکرده کسی دچار بیماری میشه میره سراغ درمان دارویی. اما در مورد بیماری پارکینسون اینجوریه که خیلی از بیماران به درمان دارویی مقاومت نشون میدن. روش جایگزین چیست؟ روش تحریک مغزی هست. تحریک مغزی یک روش در واقع بسیار مناسب هست برای درمان بیماری پارکینسون، ولی متاسفانه بسیار تهاجمی هست. یعنی جراحی‌های سنگین و بسیار ظریفی داره و احتمالاً پرخرج. تحریک عمقی مغز به چه صورت اتفاق میفته؟ اینه که هم در واقع همین چیزی که شکل سمت چپ دارم نشون میدم، یه الکترودی که برای تحریک به اون نیاز دارن ایمپلنت میشه توی مغز بیمار. در واقع همون قسمتی، همون هستی که قراره تحریک بشه، حالا SDN هست یا GPE. این پلن میشه توی مغز بیمار و این الکترود متصل میشه به یک منبع تغذیه بدن بیمار که انرژی لازم برای تحریک رو میتونه فراهم کنه. چه اتفاقی میفته هنگام تحریک؟ شما همونجوری که گفتم یه حالت سالم دارید که بهش میگید حالت هلتی یا نرمال یا فیزیولوژیکال، و یه حالت پاتولوژیکال یا بیمار دارید. حالت سالم رو من میام به صورت مدلی اینجوری تعریف میکنم: ارتباطات بین نورون هام خیلی قوی نیست، فعالیت نورون هام خیلی همنواز نیست یا خیلی سینکرونایز نیست.
حالت بیمار رو چجوری تعریف میکنم؟ همزمانی فعالیت نورونام خیلی زیاده، اتصالات بین نورونام خیلی قویه. کاری که تحریک برای شما قرار انجام بده اینه که سیستمتون رو از حالت بیمار سوق بده به سمت حالت سالم. اینکه چجوری تحریک این کار رو انجام میده، سازوکارهایی براش پیشنهاد شده، اما هنوز جای بحث و جدله و دقیقا مشخص نیست که چجوری DBS یا تحریک عمقی مغز میتونه این کار رو انجام بده. تو DBS کلاسیک چیکار میکنن؟ یه سیگنالی، یه پالسی به صورت کانتینیوس یا همینجوری ادامه دار بدون قطع اعمال میکنن به اون شبکه مد نظرشون که حالا جی پی هست یا STM با یه فرکانس بالایی، مثلا بالای 100 هرتز، معمولا 120 هرتز، 130 هرتز، 140 هرتز، حالا بسته به کاری که دارن انجام میدن. و جالبه که همین کار باعث میشه که بیمار توی علائمش احساس بهبودی بکنه. حالا دیگه اون بسته به مهارت کسی است که داره این کار انجام میده که با توجه به ذات این روش تحریک کلینیکال هست با آزمون و خطا به دست بیاره که چه رنجی از فرکانس تحریک رو باید استفاده بکنه که نتیجه بهتری بگیره. مشکلی که تو این روش‌های تحریک وجود داره اینه که به محض خاموش کردن تحریک تو فاصله زمانی چند دقیقه تا چند ساعت دوباره علائم بیمار برمیگرده. از اون سمت مشکل دیگه که وجود داره اینه که شما نمیتونید به صورت شبانه روز تحریک رو روشن بذارید، به خاطر اینکه باتری مصرف میشه، باتری تمام بشه نیاز به ریپلیسمنت داره و اون خودش دوباره نیاز به جراحی و هزینه اضافی داره. بنابراین این مشکل، یعنی آدما در پی این بودن که این مشکل رو تو سالیان اخیر حل بکنن. چه چیزی اینجا وجود داره که شما میتونید تغییرش بدید که خروجی بهتری ببینید؟ یکی از این چیزهایی که میشه تغییرش داد الگوی تحریکتون هست. یعنی به جای اینکه یک پالس کانتینیوس با فرکانس ثابت مثلا بدید، شما میتونید پالستون رو به صورت پریودیک بدید، یعنی اینکه توی یه سری فواصل زمانی پالس داشته باشید، توی یه سری فواصل زمانی نداشته باشید، یا اینکه پالستون رو بای فیزیک بدید، هم مثبت داشته باشه هم منفی، یا فرکانستون رو بر اساس یک فیدبکی ماژوله بکنید، یا دامنه پالستون رو بر اساس یک فیدبکی ماژوله بکنید، یا هر کار دیگه‌ای که بشه انجام داد که خروجی بهتری گرفت. یکی از این کارها که بهش میگن coordinated reset stimulation یا CR stimulation اینه که ما بیایم اون جمعیتی که میخوایم تحریکش کنیم، مثلا فرض کنید من یک شبکه‌ای رو میخوام تحریک بکنم، اون شبکه 200 تا نورون داره، من میام اون شبکه رو میشکونم به 4 تا زیر مجموعه، به هر کدوم از اون زیر مجموعه ها توی فواصل زمانی مختلفی تحریک میدم با یه اختلافی. همین اختلاف ساده میتونه باعث بشه که سیستم شما همونجوری که پایین توی نتایج مدل سازی نشون داده از یه حالت سینکرونی به یه حالت دیسینکرونایز، یعنی توی این زمان قبل تحریک فعالیت نورون شما همونجوری که اون قسمت صحبتام عرض کردم ستونهایی که تشکیل شده خیلی فشرده و سینکرونیزیشن خیلی زیاد هست. اینجا کار کرده این قرمزا پالسایی که به شبکه داده به زیر مجموعه مختلف و اینجا تحریک رو خاموش کرده. نکته‌ای که وجود داره اینه که بعد خاموش کردن تحریک سیستمتون همچنان ادامه میده به نامنظم‌تر شدن و این خیلی خوبه. این پلات سمت راست در واقع حالت طبیعی رو داره نشون میده که فعالیت نورونا خیلی با هم سینکرونایز نیست. من چطوری میتونم به این حالت برسم؟ چه اتفاقی باید بیفته که بعد خاموش کردن تحریک سیستم من ادامه بده به نامنظم‌تر شدن؟ نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که شما های فرکانسی استیمولیشنی که به شبکه‌تون دارین میدین چیکار میکنه؟ شما با فرکانس مثلا 120 هرتز 130 هرتز دارین اون جمعیت نورونی رو مجبور میکنید تو اون زمانهایی فعالیت بکنه که شما میخواید. همین کار رو در واقع انجام میده دیگه. به خاطر همین زمانی که تحریک رو خاموش میکنید با یه فاصله زمانی خیلی برمیگرده به اون حالتی که داشته، چون شما فقط با زور داشتید اون اونجایی که دلتون میخواست نگه میداشتید. من باید چیکار بکنم که حالا اگر تحریک رو خاموش کردم سیستم من به این سرعت برنگرده به حالت بیمار خودش؟
دوباره به فکر SDP میفتیم اینجا. چرا؟ چون گفتم SDP یک ارتباطی بین ساختار و دینامیک داره واسه من فراهم میکنه. خب من اگر میخوام بعد خاموش کردن تحریک این برگشت به حالت بیمار به سرعت اتفاق نیافته، علاوه بر این که دارم فعالیت نورونی رو سرکوب میکنم، باید ساختار بین نورون ها رو هم سرکوب کنم. اون موقع هست که این برگشت به سرعت اتفاق نخواهد افتاد. یعنی من هم باید فعالیت نورونی رو تضعیف کنم، هم بیام سیناپسای بینشون رو تضعیف کنم. وقتی سیناپسای بینشون به اندازه کافی ضعیف بشه، اون موقع دیگه نورون‌های من زوری ندارن برای اینکه فعالیتشون رو برگردونن به اون حالت سینکرونایزی که اینجا دارم میبینم. پس من در اصطلاح باید نورون هام رو دیکاپل کنم از هم، یعنی از هم جداشون کنم، هم از نظر ساختاری و فانکشنالی. این کار رو چطور میتونم انجام بدم؟ این ایده به ذهن من رسید که دوباره از SDP استفاده کنیم. ما اومدیم دو تا جمعیت ساده نورونی در نظر گرفتیم. دوباره این دو تا جمعیت ساده نورونی رو با سیناپس به هم وصل کردیم. این خطوط سبزی که این فلش‌های سبزی که اینجا هست، مشخصه این سیناپس‌های بینابینی این بوده که تحت شکل پذیری سیناپسی مهمی که اینجا وجود داره اینه که ما فرضیه‌مون این بود که باید اون اختلاف زمانی که چیکار میکنم، میام این هر کدوم از این جمعیت ها رو تحریک میکنم، کل نورونای توی یک جمعیت رو، ولی یک اختلاف زمانی بین تحریکی که قراره به این جمعیت M1 مثلا برسه و تحریکی که قراره به این جمعیت M2 برسه در نظر میگیرم. یعنی مثلا من اگر جمعیت M1 رو تو زمان صفر دارم تحریکش رو شروع میکنم، جمعیت M2 رو مثلا تو زمان مثبت 10 تحریکم میذارم و از همون تحریک پریودیک دارم استفاده میکنم. یعنی چند تا پالس میدم و یه مدت خاموش میکنم و دوباره چند تا پالس میدم. فرضیه ما این بود که این اختلاف زمانی بین تحریک این دو جمعیت باید طوری انتخاب بشه که تو رنجی از پارامترها قرار بگیره که SDP اونجا وزنا رو تضعیف میکنه. اگر این کار به درستی انجام بشه، هم وزنا سرکوب میشن و در نتیجهش فعالیت ها هم سرکوب میشن و اصلا نیازی نیست که شما فرکانس های اونقدر بالای 120-130 هرتز استفاده کنید که ممکنه بیمار رو اذیت بکنه. و ظاهرا این ایدمون هم داره کار میکنه. باز من نمیخوام وارد جزئیات نمودارها بشم، فقط اینو میگم که من دستی برای شروع مدلینگ سیستمم رو میبرم به حالتی که رفتار بیمارگونه دارم میبینم یا رفتار پاتولوژیک دارم میبینم. اون چیه؟ وزنای سیناپسی خیلی قویان، نورون هم خیلی سینکرونایزدن. وزنای سیناپسی خیلی قویان رو اینجا میتونید ببینید. یعنی این متوسط وزنای سیناپسی بین دو تا جمعیت رو نشون میده که به حالت ماکسیمم خودشون که یک بوده رسیدن. اینجا ناحیه‌ای که هایلایت شده و لیبل زده شده آن، من تحریکم رو روشن کردم. میبینید که به شدت وزنای سیناپسی رو سرکوب میکنه و میرسه به یک مقدار کمی هولوش مثلا 3 و جالب اینه که بعد خاموش کردن تحریک این تضعیف همچنان ادامه پیدا میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه شما تونستید سیستمتون رو اونقدر سرکوب کنید که یک حالت آستانه رو انگار رد کرده و اصلا وارد یک رژیم دینامیکی دیگه شده که دیگه اینجا فقط تضعیف وزنای سیناپسی و سرکوب فعالیت نورونی اتفاق خواهد افتاد. حالا اینکه من چجوری میتونم این تحریک رو ماژوله بکنم، چه پارامترهای دخیل دیلی چه تغییری میذاره، پارامترهای SDP من چه تأخیری میذارن، من چه فرکانسی انتخاب کنم، این لگه چقدر باشه بین این اختلاف زمانی بین دو تا تحریک چقدر باشه، چه جوری اصلا تعیین کنم که چند میلی ثانیه باید اختلاف باشه. اینا ما به جزئیات زیادی در واقع نشستیم و حساب کردیم، حالا به صورت تئوری بخشش و بخشش به صورت شبیه سازی که به رفتش تقریبا آماده است. من وارد اون جزئیات نمیخوام بشم، ولی تنها نکته‌ای که از این بخش آخر صحبتام میخوام استخراج کنم و نتیجه گیری این کار میخوام بگم که شکل پروفایل SDP خیلی مهمه که شکلش به چه صورت باشه که رژیم تقویت یا تضعیف سیناپسا
چجوری قرار گرفته باشن و اون موقع خروجی تحریک شما میتونه بهتر یا بدتر بشه. شما اگر به اون پروفایل SDP نگاه میکردید، شما یک ناحیه تقویت برای وزن‌های سیناپسی دارید و یک ناحیه تضعیف. این بالانس بین این دو تا ناحیه میتونه تعیین کنه که اوورال گین پروفایل شما منفیه یا مثبت. اگه گین کل پروفایل شما منفی باشه، یعنی اوضاع به نفع تضعیف باشه که میشه این ناحیه آبی رنگ در واقع که اینجا من کشیدم، و اگر شما پارامتراتون رو تو این ناحیه آبی رنگ انتخاب کنید مثل A، پنل A که اینجا دارم نشون میدم، اون موقع خروجی تحریکتون خیلی خوبه، یعنی میتونید وزنه سیناپسی رو کامل سرکوب کنید و قاعدتاً به تبع اون هم فعالیت نورون هاتون هم سرکوب شده. اگه یکم نزدیک بشید به این حالتهای نارنجی رنگ و قرمز رنگ، میبینید که اوضاع بدتر میشه. یعنی اینکه من اینجا تحریکم رو روشن کردم، سرکوب انجام شده تا تحریکم روشن بوده، ولی به محض اینکه تحریکم رو خاموش کردم دوباره سیستم من برگشته به حالتی که قبل تحریک داشته. اگر باز به این سمت رنگای تیره‌تر قرمز برید، اون موقع اوضاع خیلی بدتر میشه، یعنی اصلا تحریکتون به هیچ وجه کار نمیکنه. یعنی میبینید که اینجا تو ناحیه هایلایت شده، وقتی من روشن کردم عملا تحریک من هیچ اثری روی فعالیت نورونی من نداشته، انگار SDP دیگه اونجا کار نمیکنه. بنابراین به عنوان نتیجه گیری این قسمت انتهایی اینه که SDP میتونه خروجی تحریک رو برای من تعیین بکنه که به چه صورت باشه، آیا بهتر میشه یا بدتر میشه، و این حالا تو مدل سازی ما به نحوی میتونیم اینا رو انتخاب کنیم. این پارامترها تو عمل مونده که چه در واقع سازوکاری باید اتخاذ بشه که این پارامترها به گونه‌ای انتخاب بشه که با شکل‌پذیری سیناپسی که تو اون شبکه مد نظر وجود داره بخونه. من صحبتم اینجا تمام میشه، فقط یه جنبندی خیلی کوتاهی بکنم که چی گفتم. تو بخش اول صحبتم اومدم گفتم که در واقع وجود شکل‌پذیری سیناپسی تو یک شبکه میتونه ساختار و دینامیک شبکه رو به طور همزمان تغییر بده. این یکی از پیامدهای وجود SDP تو یک شبکه است. این پیامدها میتونه خیلی مهم باشه. شما میتونید دوگانگی ببینید بین حالتهای مختلفی که به وجود میاد. میتونید ساختارهای متنوعی که توی نواحی مختلف مغز هست رو با اضافه کردن تأخیر زمانی به شکل‌پذیری سیناپسی به دست بیارید. اما از یک منظر کاربردی‌تر، مثلا توی پاتولوژی بیماری پارکینسون هم ممکن این پیامدها به کار بیاد. یعنی ممکنه شکل‌پذیری سیناپسی نقشی در به وجود اومدن حالت پاتولوژیک در بیماری پارکینسون ایفا بکنه. از سوی دیگه از تمام این مسائل من میتونم برای بهینه‌سازی روش‌های تحریک مغزی استفاده کنم. خروجی تحریک من ممکنه بستگی زیادی به پروفایل SDP داشته باشه که توی شبکه من وجود داره، اما ما یک تغییر خیلی ساده با یک تایم شیفت خیلی ساده بین تحریکی که قراره به جمعیت‌های مختلف بدم، میتونم خروجی تحریکم رو حتی بعد خاموش شدن تحریک به مقدار دلخواه تنظیم کنم. من اجازه میخوام که یک تشکر ویژه بکنم از آقای دکتر ولیزاده که تمام نتایجی که امروز عرض کردم محصول همکاری 9-10 ساله من با ایشون بوده تحت عناوین مختلف، دانشجوی ارشد، دانشجوی دکترا، پستاک و ریسرچ. ایشون خیلی برام زحمت کشیدن، جا داره صمیمانه از ایشون تشکر بکنم. بخشی از این نتایج با همکاری آقای دکتر پیتر تاس از دپارتمان جراحی مغز و اعصاب دانشگاه استنفورد بوده که جا داره از ایشون هم تشکر بکنم بابت همکاریشون با ما. از آقای دکتر صادقی خیلی متشکرم که این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادن. از آقای فرجامی عزیز، خانم صبحانی که زحمت هماهنگی رو کشیدم، خیلی متشکرم. و از همه شما عزیزان اگر سوالی هست من در خدمتتون هستم. خب من متشکرم از شما، هم موضوع جالب و قشنگی بود، هم بیان شما خیلی شیوا بود. فکر میکنم که خیلی خوب برای من که موضوع تخصصی نبود خیلی شیوا بود، خیلی جای ابهام کمتر باقی میگذاشت. دوستان اگر سوالی هست یا میتونن بنویسن یا اینکه درخواست بدن.
همونطور که گفتم به نظر میرسه که بیان شما انقدر خوب بوده که خواهش میکنم. یا برعکسش البته. نه دیگه، من دارم به عنوان یه مثال نقد برای چیزش میگم. خیلی متشکرم از شما. خواهش میکنم. ممنون از شما. انشالله که به زودی در پژوهشکده شما رو ببینیم و بازم زنده باشید. متشکرم از شما و از همه دوستان عزیز. خیلی متشکرم از وقتی که در اختیار من قرار دادید. زنده باشید. ممنون از شما. خدا نگهدار. خداحافظ.